آنه داد عباس هم بیامور دیگه این لگمی داده خود نمیورد یا که 5 شب اینجا بستدم این شب یا هفته دیگه هم میستدی طعمی نداره دیگه جیگرمه چیکار کنم؟ میگم که ما یک سر دارم 1032 اینا چیه گیله؟ چی؟ اینا چیه؟ اینا برنجه برنج ها نانه میگفت که اینا ببرک خود داده خود ببرک به سراب باش اینو ببرک نه با انا باز بلغیس گفتم بلغیس تو چیز کو به کفت کو گو نمیتونم داده من یک بیل اینا نانه میگفت که ببرک نه شما بخورید خداوند خوشم خیر بده 24 ساعت با فکر می دختر خواست آره من دیگه میرم دیگه تو اینا میتونی پتو خودم بخینم من دیگه خیلی برو جو زحمت کشیدی دیگه مگذر را خودی میبیم گیره جو ای به کفت ما خو چی؟ بالا کوی کی؟ بالا کو به کفت خو کنم میگم آها همینطور ها دیگه تو کار داری و زحمت نشی بده تو به سراما از بین دیگه به کفت خو میکنم به تو خوری تو تو بده اونا جو تو بیتاره تو بیتاره بالا کو برو ای خیلی نه برو دیگه تو به زحمت نمیکنه برو خداحافظ تو خداحافظ تو برو جون خداحافظ سلام بگی نه نرم اینا برنج درست خوشومه ها خوشومه خیلی تشکری کنی از طرف من خوبه بابا ما برو کار بکردیم یک پینجایی بهم گیلک برار میدادن که دمی نره به پیار من نگه میگفتی او گپ بدن از او گیر نمیکنه نمیشناسی تو برار خو میفهمین گپ چیه اینا رو مادر خپه چوپی پیار ما داده بابا خبر نداره پیار مگه خبرش پست این میکنه حالا من چیکار کنم که بره بخو میره بریم برادی بخو که من اینجا میستکو بریم زودتره یک پینجه بسو میفهمم که کسی نگه آی به قرآن بخوندم سوری براتا ها دل آرامی بگشتم پیر خونه راتا گیلک دل ما بافتا چره؟ گفتو باشه و تو بگم که گپ بدن تو گیر نمیکنه گیلک گپ چی؟ سابق تو گیلک پینجه بگیرد گیلک یک دم پیار تا از توی پرسه کلا به کجا بردی نگی که بخونه داده خوب بردن که در به در میشه برای اینجا؟ ها نه نگی که بخونه داده خوب بردن که با خدا نیه پینجه یا واسطه چی؟ این پینجه از تو گیلک همین گپ بدن تو گیر کنه نه که بری پشتی و پیاق بگی من برای اینجا بخونه داده خوب بردن مدام من که دیده اویته خوبه آفرین لولای ما یا تو نره برو بخیر دلجان باش انا به تو گفتم گیلک پیار تا آدم آساب خرابه پیار تا آدم نسوریه خب بسته زندگی شما رو به هم میزنه بفهمیدی؟ خود چیز اناله خب اگه خبر شد نگو که خود نانه من داده اونو گفتن ببر به دختر نانه تو بداد نانه تو خبر داد نانه تو دختر خرمایه بلغیس خل مایه بس مثلا برنج میکنه پیار تو نمایه پیار تو میدادم سخت نیه از او سه شروع نمیخوره زنده بشی یک دم اگه بپرسه گیل اگه این برنجار جمعی برده بکنه خبر نداشت چطور دیدی ندیدی چطور دیدی آفرین برو پینجه ای هم چی نگم دیگه نه دیگه پینجه بیرون واسه به تو که به کسی نگی خلاص هیچکی نه برو لما خو خرج کو یک ماه خرجتونه برو خوبه انا به تو گفتم گیل اگه تو باشه خوبه اگه چیز میزنی یک دای مادر تو میده که بیاری بخوای دادی خب با بیاری خوبه مثلا مثل چی؟ مثلا یک گوشت لنده با میته برنج چیزی میده به دست گبر بسرا بلغیس اینا یک دانه پیار تو مینه بگو به دیگه جایی برم نگی بسرا بلغیس برو نه اصلا هیچی نگو برو آفرین با بیای بخور نمیگه بابام گوشتا لنده به کجا میبری؟ گیلک جو اصلا بگو نه هیچی بگو اصلا که تو میگه کجا میبری بگو سرا میبرم خلاص بسرا رمضان میبرم بسرا نورلا میبرم خب ماشون خوبه با بیای بخونه باسکل میده که سواری کنی خوبه آفرین برو
چسب میگردم بالا یک چسب یاد کنم سایه بستونم چسب کنم یه چسب بزنم گیلک کجا بیدی؟ بله کجا بیدی بابا؟ هیچ جا بابا برفته بدم چه برفته بدم که چه زمین آمد که گفتم اینجا شغال آماده شغال؟ ها شغال بقله پیدا شده من گفتم یک دم خدای نکرده بیای شغالو بیا بالا سر مرغا بیای یک دم مرغا نباره من گفتم تا که برفتم به مالتی که برفتم یک بار شغالا دیدم نیه او چی به کسی خو کردی؟ کی؟ او چی بیدک به کسی خو کردی؟ دستم بیدگی چی؟ من نمیفهم بابا شما نه شما از عرب مدل نمیفهم حالا با کجا بیدی؟ کی؟ تو با کجا بیدی حالا؟ عجل من مثل که به شما سبزی ریزه میکردم سبزی ریزه میکردی؟ ها دیگه این چیه؟ چی پولیه ایرا کجا بودی؟ چی؟ ایرا کجا بودی؟ این گردباد آورده اشتا گردباد بیارو تاکیسی تو که؟ نه یک چوکی گردباد آورده یک چوکی هم سیل آورده بود میگم راست خور بگو اگه دوزی کرده بشی یا کسی میں یا خونه یا دیگه جا ایت میفهمی که پینجه که ارزش نده کله تو دست به می درختانه بزنه نه بابا حقیقت بگو که ایرا کجا بود؟ این شادمات مادا یا باستو ها چی خاطر دو؟ ای گفته که چیزه چیزه؟ نه نمیخبر اینجا رو بداد یک بار دیدم به تمام زمینا دیدم عباس دویده کرده برات میآید یک بار گفته که به پیار خون نگی که بر اینجا بیاوردم خونه بلقیس انا بگو که این پینجه رم خو خرج چی رقم یک دفعه تکرار کنم ما بفهم چی گفتی؟ نه عباس دیدم ای برات میده و علا درختا بیامد مر بدیدک مر گیر که گفته که گیلک این پینجه بگی از تو انا چرا نگو که پیار ما بر اینجا رو بداده انا بر اینجا پیار ما بداده ببر به خونه داده خوب بلقیس یا عباس پینجه با تو بداد که به خسور می چی نگو ها ای تو 4 سالی بیستیه که هم برای زنه و زن خرج سالونیر بودم نه نمیگو آور سونه خاطره او سر تو نانی تو بخوره به خیر خوشی عباسون یک من برین نکت 15 من برین حالی عباس اینا کم دارم راست خوگو دیگه چی بردی؟ دیگه؟ دیگه حالی نه پارسالا پارسالا که گوشیلند نداشتیم نه نمیگو تک اندازی اشیاء بشه گوشیلند بردم دیگه چی بردی؟ کمی هم 4 پیاله شد سینیم پیاله 4 پیاله گلوتیرش بیتا لیلین سیاه گو تگی نه نمیگو من داخل تک گوشتا چون من دمی که برفتون بدن به اصابت گلوتیری شده ایست من بفهمینه که گلوتیری شده بگو همیتی که معلوم میشه که تو هر روز به خونه داده خو که میری بدون دستاویز نمیری نه نگو بده برو بسرا رو بده سایکو گیلا که چی میگم میفهم چی میگم گیلا اگه دیگه یک خوشه مادر تو بدون اجازه ما به دست تو داد ببردی بسرا داده خردی و پاتور میشکنه میفهم یا نه خوبه بفهمیدی یا نفهمیدی سلامتی چیه پای کجا بخیر تیارت من پیش می عباس تومات خوب چرا خیلیاته خودت گپ زن چی گپ خب باشه عده سمی زن خوامی که ایسی کفری مولالا این تصاب من خراب نکرده ما 4 من برین داره و 10 من برین داره بخونه خامیر هم تگونی که دست گیلک داره که بخونه عباس اینو ببره اینه چرا؟ خب بابا عباس اینو کم داره و می عباس شادومات به تو سیکو که جیشته کاران که پینجه میده به دست و چی میده به دست گیلک که تو به خسور می چی نگو یعنی شما خبر نداشتیم بر اینجا رو بدش نبردم به خونه اینا آگاه نیم من هر سال 10 من برین بره خود میخونه دختر خو میبرم خب مثل که امسال حیات شما برفته بوده خوشلوچی میگفته خیره با شما با دختر خوره کنه خیره گپی نیه دیگه هم دختر شما رمضان من خود به هر سال رای میکنم درسته با دواره رای میکنه یک روز سیمی که ماش رای میکنه یک روز سیمی که گوشت لند رای میکنه یک روز سیمی که قلورتروش رای اینا رو هیچ کدوم به من نمیگه من چه کار کنم به خدا دستم خوشلوچی تو من دیوانه شدم راست میگم با جنان این حسابی هست که خوشوم هم چه خوشلوچی من دختر خود خیلی ماره
خب باز از یک نگاه سعی میکنی شما هم زحمت خیلی میکشیم خیری میکشیم تا شما به سر زمین ها دری دگه حداقل اینا صبح در زمستون میشه دست شما بند میشه پول چیزی نداریم یک بوجی بر اینجا بر میداریم میبریم میفروشین 3000 4000 روپیه میشه هر چیزی بخوام کنه. اینا مگر آدم مد نظر بگیره زحمت کشی ها خور مد نظر بگیره دو ماه در والله اگه بفهمه که می تموم می خونه خور به خونه از اینا کنیم نه نمیفهمم باز خوشلوچی من حال ما گفتن خوب نیه گردن بسته میشه به خاطر از اینکه شما مرد امو خونه باید شما به جریان باشیم که این کار میکنم یعنی میگم رمضان هم خوشی چی که دختر خور کو مایه یعنی من دختر خور نمایم راست میگه مایه من کو مایم هم هر سال دامن بریم بیشتر بگردن نقدار دومات واقعیت هم زن بودم سالانه خرج جور بودم که نمیشه دیگه راست میگه خب خیره باشه شما جنجال و معرکه خودی رو نکنیم حالی خوب بد داده خوشلوچی اونا رو بخونیم نمیشه هم که از این با دوباره بس کنیم بفهمونیم با مادر بریم بگیم بچه خود بفهمون هم دختر خور برین شما بخونه اینا بفهمون بگیم تو ایشته بر میداریم اینا رو پیش عباس میگم خوبه تیار باشه میای زنده باشه خداحافظ